اکنون تمامیت ستم مرا به تسلیم یا به شمشیرهای آخته فراخوانده است. بدانید که من برای اصلاح امت رسول الله به پا خواستم. سلام بر بندگان خدا. ای خدای رحمان و رحیم، سفره‌های ما خالی، کودکانمان یتیم، انبارمان تاهان، نبیمان به یغما رفتن. کوفیان با نوشتن هزاران نامه به حسین از خلافت خروج کردند. به حسین ابن علی بنده صالح خدا، به سوی کوفه بشتاب که چشم به راه تویی، یا که باغ‌ها سرسبز و میوه‌ها رسیده. به من نوشته‌اید که در مسیر حق و عدالت امامتان باشم. بگویید با کدام حجت مرا به سوی خود خواندید؟ عزیز خلیفه بر حق خداست. امیر تو فرزند تباهی است. بگو حسین از خلافت ما چه میخواد؟ در پی تصاحب خلافت است. تشکیل نجات امت اسلامی. او چیست؟ حسین از این خروج کرده. این بر زبانی که فرزند رسول خدا را ذلیل پندارد. ما چشم فتنه کوفه را نشانه رفتیم. طلایه‌دارشان کیست؟ آن که سرش یا نامه بیعتش با من به سر تا سر فتوحات ما در شرق و غرب عالم می‌آید. حسین در راه پاسختان به دعوت حسین چی کنم؟ به کوفه بتازم یا بر حسین آموز کنم؟ از حسین بخواد با یزید بیعت کنه. اگر سنگ بر من ببارد دست در دست شما نخواهم بود. افسون حسین فقط با خون او خلصان سروری سزاوار کسی است که بی‌محابا بر خصم خلافت عالمگیر یزید اسب بتازاند. آماده این به فرمان تو بر خصم خلافت حسین ابن علی یورش برید. خود را از این وادی هولناک برهانید که بیدادگران تشنه خون منند و بر شما دین محمد جز با کشتن من استوار نمی شود. ای شمشیرها مرا در آغوش گیرید. پرده از چهرت بردار که جانم از پرتو رخسارت بیتاب است. آنسان که در برابر آتش نفس از من درگذشتی، خداوند با خلعت عشق بازی نکرد.